من میخواهم که شما حیات پدر بزرگ ما آدم علیه السلام را پیش نظر آورید. چقدر خوش بود حال او که خداوند او را خود آفرید و بعد از جان دادن با او هم صحبت میشد. خداوند آدم علیه السلام را با مادر بزرگ ما حوا به بهشت داخل کرد تا آنها آنجا آرام باشند و از خوشی‌های بهشت لذت برند. بله، خداوند آدم علیه السلام را بعد از آفریدن سزاوار بهشت گردانید و داخل آن کرد. در بهشت تنها یک درخت بود که با آدم علیه السلام خوردن از آن درخت منع کرده شده بود، ولی در تقدیر آدم علیه السلام بود که آن کس از میوه آن درخت خوردند و عاقبت جزای خطاگی خیش را چشیدند. اکنون تصور کنید که چگونه آدم علیه السلام بعد از این شرم میکردند. بعد از این همه مهربانی ها، بعد از این قدر رحمت از جانب الله، آدم علیه السلام میبایست اکنون زندگی را در زمین بیاموزند، زیرا تا این دم حضرت در بهشت بودند. در زمین آدم علیه السلام با مشکلی های زمینی روبرو می شدند. خطرهای گوناگون اینجا و آنجا دنبالشان بود و از همه اساس حضرت تنهایی را حس کردند و گمان کردند که از رحمت الله دور ماندند. اینک چگونه آدم علیه السلام توبه کردند و به الله نزدیک شدند. خداوند یک چند کلمه به حضرت آدم علیه السلام آموزانید و این کلمه ها کلمه های آمرزش بودند که با سبب آن حضرت را ببخشید. هر یکی ما وقتی گناه میکنیم باید پدر بزرگ خود آدم علیه السلام را به یاد بیاوریم، زیرا نوابسته از آنه که چگونه خداوند رحمت زیاد نسبت ما دارد، نوابسته از آنه که خداوند اینقدر نعمتهای فراوان به ما نصیب گردانیده است، ما باز از خداوند روی میگردانیم و دست به گناه میزنیم. اگر شما گناه کردید، خداوند میآموزد که به طریق توبه کردن دوباره به الله نزدیک شوید و از رحمت او بی نصیب نمانید. و اون کلمه هایی که خداوند به حضرت آدم علیه السلام آموزانید کدام کلمه ها بودند؟ این کلمه ها در سوره الاعراف آیت 23 ذکر شدند. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. گفتند ای پروردگار ما، بر خویش ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما مهربانی نکنی البته از زیانکاران باشیم. آدم و حوا گفتند خدایا ما خطا کردیم، گناه کردیم و اگر تو ما را نبخشی و رحمتت را از ما دور کنی ما از ستمکاران خواهیم بود. انا همین کلمه ها را خداوند به حضرت آدم علیه السلام آموزانید. از امروز در سلسله دعاهای قرآنی ما از دعاهای صحبت میکنیم که در قرآن کریم ذکر شدند و با فایده آنها نیز شناس خواهیم شد. و از دعای آدم علیه السلام آغاز نمودیم. ای پروردگار ما، بر خویش ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی بر ما مهربانی نکنی البته از زیانکاران باشیم. عقیده هست که این اولین عبادت به الله بود، زیرا آن وقت حالا یگان نمود عبادت به مانند نماز، حج، زکات و غیره نبود. وقتی آدم علیه السلام در بهشت بودند آنجا عبادت نبود و هنگامی که به زمین فرستاده شدند
اولین عبادتی که به انجام رسانیدن این دعا بود. یعنی با دعای خود به خالق خویش عبادت میکردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز میگفتند که دعا این مغز عبادت است. خداوند میگوید هر نفری که به من با دست دعا مراجعت میکند به دعای او حتما جواب داده خواهد شد. ببینید که آدم علیه السلام گناه کردند، یعنی از فرمان خداوند بیرون برآمدند و الله ایشان را به زمین فرود آورد. از همه مهم آن است که همانی که آدم علیه السلام گوش نکردند به حضرت آدم دعا را آموزانید. یعنی گفت تو غم مخور و این دعا را بخوان و آن سبب تازه کردن گناهان تو خواهد شد. این برای ما خیلی مهم است و خیلی اساس است، زیرا امید بسیار می‌دهد. خداوند خود به ما دعا می‌آموزد و میگوید که اگر گناه کردی این دعا را بخوان و آن سبب آمرزشی تو خواهد شد. و ببینید که دعا با کلمه ربنا آغاز می شود، یعنی پروردگار، آنی که ما را آفرید. یعنی دعا با آن آغاز می شود که انسان پوره کاملا وابستگی خود را، یعنی محتاج بودنش را به الله نشان می دهد. خدایا همه چیز در دست توست، آفرنده همه این تو هستی. یعنی دعا را با آن آغاز می کند که وابسته بودن خود را اعتراف می کند و او را فرمان برداری می کند. تنها از او فرمان برداری می کند و طلب مغفرت می نماید. اسلام همین است که انسان پر وابستگی خود را از خداوند تصدیق می کند و تنها به عبادت و فرمان برداری خدای یکتا زندگی می کند. برعکس این عمل نافرمانی به اهمیتی است که آن را شیطان نشان داده بود و بعد از آن که خداوند او را جزا داد وی توبه نکرد، طلب مغفرت ننمود، بلکه باز کبر و غرور خویش را ادامه داد. برای همین این دعا با قبول کردن آن که ما اشتباه کردیم و مراجعت به الله آغاز می شود و ما به این موضوع باز چندین مرتبه برمیگردیم. وقتی دعا کردن ما باید قبول کنیم که آن گناهی که ما کردیم گناه ما است. آن را ما کردیم و کسی دیگر غیر از ما با آن سببگار نیست و برای آن گناه تنها خودی ما جزا خواهیم گرفت، نه کسی دیگر. بله، وقتی گناه کردید هیچگاه به نفر دیگر اشاره نکنید که به گناه شما وی سببگار است. نه، این طور نیست. هر نفر به گناه خودش جزا خواهد گرفت. هنگام دعا کردن بگویید خدایا من اشتباه کردم، گناه کردم و این گناه من است. کسی غیر از من با این سببگار نیست. سبب این گناه تنها خودی من هستم و من درک کردم که برای خود ستم کردم و از تو طلب مغفرت می نمایم. خدایا مرا مغفرت نما. اگر چیزی از خداوند طلب کرده نشده حتما آن را که شما با آن نیاز دارید نشان دهید. شما باید اثبات کنید که با آنی که طلب میکنید احتیاج دارید و یکی از چیزهای مهم هنگام دعا این همان است که ما باید از صدق دل دعا کنیم. وقتی از خداوند طلب مغفرت میکنید یعنی بخشیدن گناه ها، باز طلب رحمت را نیز فراموش نکنید، زیرا ما به رحمت پروردگار هیچ هستیم. مثال، اگر شما بخشش پرسیدید، توبه کردید و کارهای خوب شما کارهای بدتان را از بین برد و شما با حساب صفر یعنی نو ماندید، یعنی ترازوی شما نه به این طرف است تو نه به آن طرف، انا همان دم شما به رحمت پروردگار به نهایت نیاز دارید. برای همین هنگام توبه کردن همچنین طلب رحمت نیز کنید. انشاءالله
با خواست خداوند ما در این سلسله از دعاهای صحبت میکنیم که در قرآن کریم ذکر شدند و این اولین دعای بود که ما دیده برآمدیم. از شما خواهش دارم که تا این دعا را نویسید، با خود گیرید و از یاد کنید. همچنین در زندگی هر روزه خویش آن را استفاده برید. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.